گاتوزو بابان یه پاس در آقا میندازه، آفساید نیست. اوه چه تک به تکی است. ماسارو و گل اول هم 40 ثانیه گذشت و دانیل ماسارو حساب کارو 1-0 میکنه برای تیم میلان. بازیش باید گل زیاد داشته باشه قاعدتا اگر خوب برگزار کنند و خوب اصول اینجور بازی رو بدونه. به هر حال بازی معمولا بازی پرگلی میشه، کاری هم نمیتونه بکنه بهروزخان سلطانی. بازم حرکت بازیکن میلان دانیل ماسارو، ایوانی حرکت بازیکن میلان. این لحظه است که تکل مسابقه به ثمر رسید. بوبان پشت توپ قرار گرفته، چهرهش همونجور مونده. زبانمیر بوبان دیوار دفاعی 5 نفره شک گرفته. بوبان ضربه رو میزنه و توپ شاید چارچوب نیست از کنار دروازه بیرون. خوبم رفت سمت توپ بهروز سلطانی. دوباره در سمت راست اودو توپ سانتیگوی دروازه پشت محوطه جریمه. موقع بازیکن میلا یک ضربه و پای چپ و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. پشت محوطه جریمه کریم باقری شوت زد، تو سر توپ میزنه، بین 2-3 نفر گرفتار شدن. میخواد زورکی همینجوری توپو ببره جلو. محسن آشوری حالا ناصر محمدخانی با پشت با میکاره. امامی فر و توپی که توی دروازه قرار میگیره. توپ بره تو چارچوب گل میشه برای تیم پرسپولیس. علیرضا امامی فر حساب کار 1-1 مساوی میکنه. خوشحالی هواداران پرسپولیس که این موقع اینجا همینجوری زوری برد توپ جلو. آشوری، ناصر محمدخانی بازم هنر خودش حفظ کرده. ناصر محمدخانی و توپی که اینجوری در گوشه دروازه قرار گرفت. حرکت علیرضا امامی فر خوب داره کار میکنه. مهدی مهدوی کیا پشت محوطه و توپی که از کنار دروازه بیرون میره. بوبان توپو در اختیار داره. زبانمیر بوبان میبره به کنار زمین برای پائولو مالدینی. سانتر روی دروازه، یه ضربه سر و توپی که بیرون میره. افشین پیروانی میندازه با لباس شخصی دیده شده در ورزشگاه. دوباره پنجلی توپ میزنه، یه موقعیت و گل دوم برای تیم میلان زده میشه. در میان قفلت مدافع کاری هم نمیتونست بکنه. وحید قلیچ با بابان و زمین بازی رو ترک کنه. با این لحظه که ضربه سر رو زد یه قدمی دروازه و کاری هم نمیتونست بکنه وحید قلیچ. رو آغاز میکنه. خود کریمانی وارد محوطه جریمه میشه. اودو در مقابلش از ضربه رو میزنه که توپش به بیرون میره. بدون خط توپو میگیره. حرکت بازیکن میلان، یه بازیکن روی زمین افتاده. 3 در مقابل 3 هستن. چقدر زیادن میلانیا. ابراهیم با کماکان پا عوض میکنه. حالا توپ میبره به جای دیگه. یه ضربه چپ خیلی ناز و زد توی دروازه. گل سوم برای تیم میلان توسط استفانو ارانیو. با هم نگاه کنید. آفساید هم نبود. خیلی پر کرده بود امامی فر. خوب زد. هر چقدر کش اومده بعدش نتونست توپ بگیره. پاس بلند روی دروازه. یه موقعه پایان رفت. این شوت از راه دور یوسفی بود که ضربه‌اش زده. برالیا توپو گرفت. پر کرده بود مرداد میناوند با دیدن نمایشی کار میکنه ولی نکیسا ارانیو رو میگیره. خب هم گرفته ضربه دیگه. یه ضربه راحت میتونه مهدی مهدوی که بزنه. میزنه توپو و خوب میگیره. مشتاق محرمی یه پاس خوب رو میندازه. یک بازیکن پرسپولیس در مقابل دروازه. سانتر روی دروازه و توپ بیرون میزنه. پایان رفت به مهدی تارتار هست. آفساید گرفته نشده. میتونه گل نکنه. بله خوبم تونست گلش نکنه. علی انسجان چجوری گلش نکرد؟ یک بازیکن پرسپولیس سانتر روی دروازه توپ بیرون و توپی که میزنه و برالیا در اختیار میگیره. روسی مونده بود، نتیجه تغییر میکنه.